این گربه مادر بچهش میمیره. همش با پنجه‌هاش به بچه گربه میزد، انگار نمیخواست قبول کنه که از دستش داده. اونی که این صحنه رو داشت نگاه میکرد دلش برای گربه مادر میسوزه. اول بچه گربه رو با احترام دفن میکنه، بعدش سعی میکنه مادر رو درمان کنه. روزای اول از غذا خوردن امتناع میکرد. یهو میبینه که دور چشماش اشک حلقه زده. دختر گربه رو بغل میکنه تا شاید بتونه آرومش کنه. اون خیلی بیتابی بچه‌شو میکرد تا اینکه یواش یواش به غذا خوردن افتاد. اشکاش هم حتی بند اومده بود. دختر با وسواس خاصی چشماشو تمیز میکرد تا اینکه تصمیم میگیره گربه مادر رو به سرپرستی قبول کنه. کلی هم بهش میرسه و برای شاد کردنش با یه بچه گربه که اونم مادرش از دست داده بود سورپرایزش میکنه. وقتی گربه مادر اولین بار میبینتش انگار که بچه خودشو بغل کرده. این دوتا قراره کنار هم باشن و همدیگر رو درمان کنن. اگه لذت بردین لایک و فالو یادتون نره.